در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید، زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی، در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگداشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می‌فرستم.